ربائبکم اللاتی فی حجورکم من نسائکم اللاتی دخلتم بهن فان لم تکونوا دخلتم بهن فلا جناح علیکم. میگه اگر زنی از شوهر قبلیش دختری داشته باشه، بیاد با شما ازدواج کنه و برید زیر یه سقف زندگی کنید، اون دختر به شما محرم است، ازدواج با اون دختر هم حرام است. در اصطلاح فقهی هم بهش میگن ربیبه. ربیبه. خب حالا من یه توضیح بدم. در یک جمع علمی بودم چند هفته پیش، سوال کردم ربیبه رو توضیح بدید، همه همین مقدار رو توضیح دادن. اینو خوب دقت کنید، تو خانواده ها زیاد داره اتفاق میفته. ربیبه به چه کسی میگوین؟ میخوام سوال کنم. زنی از شوهر قبلیش با خودش یه دختر آورد تو این خونه، با مرد جدیدی ازدواج کرد و رفتن زیر یه سقف و زندگی میکنن. این دختری که از شوهر قبلی آورده میشه ربیبه. این دختر محرمه، ازدواج با اونم جایز نیست. خب حالا این زن و شوهر جدیدم یه دختر به دنیا میارن، این نسبت به مرد قبلی هم میشه ربیبه. اینو خیلی ها نمیدونن. جوانایی که تو جلسه هستن، اینایی که گوشی دستشون هست، هر روز گیگ اینترنت میگیرن، یه سرچ کوچیک هم بکنن ربیبه رو بخونن. اینو خیلی ها نمیدونن. یعنی چی؟ یعنی شوهر قبلی این زنه هم نمیتواند با دختر جدیدی که اینها داشتن ازدواج کند. متاسفانه من دیدم سوال کردن، از مثل من سوال کردن، طرف گفته نه، ربیبه فقط به دختری میگن که از شوهر قبلی باشد. همه مراجع در طول تاریخ گفتن ربیبه به دختر زن میگن که از شوهر دیگر باشد. پس یه بار با همین